این گوشی رسما یه پاوربانکه، 40 گرم زیاده. سامسونگ دست از لجبازی برداشته. سلام، هفته پیش اومدیم توی لایو M51 سامسونگ رو باز کردیم. شما هم که خیلی منتظرش بودید. حالا میخوام بعد از یه چند روزی تجربه استفاده از این گوشی رو با شما در میون بذارم. این ویدیو رو از دست ندید. یادآوری کنم که توی جعبش به غیر از یه هدفون معمولی و یه کابل 2 سر USB، یه شارژر با قابلیت شارژ سریع 25 وات هم بود. توی نگاه اول خیلی چیزا به چشم میاد. اول اینکه ضخامتش زیاده که اونم به خاطر باتریشه. حدود 1 سانته و این در حالیه که خیلی از گوشی‌های همردش حداقل 3 میل نازک‌ترن. دقیقاً به خاطر همون ضخامت چیزی به نام بیرون زدگی دوربین وجود نداره. نکته بعدی که جلب توجه میکنه وزنه که بازم به خاطر باتریه. 213 گرمه که نسبت به همرده‌هاش مثلا A51 حدود 40 گرم سنگین‌تره. 40 گرم زیاده. واسه کمتر به چشم اومدن ضخامت لبه‌ها رو گرد طراحی کردن. مجموعه دوربین و لوگوی سامسونگ و یکم این نوشته های این زیر تمام اون چیزیه که روی پنل پشتی میبینیم. لبه سمت راست طبق معمول دکمه های پاور و ولوم صدا که حسگر اثرانگشت زیر همین دکمه پاوره و عملکرد خیلی خوبی داره. لبه چپی ورودی سیم کارت و کارت حافظه، بالا میکروفون نویز کنسلینگ و لبه پایینی بلندگو و میکروفون و ورودی کابل و ورودی هدفون قرار گرفتن. یه پرانتز باز کنم، برید تو یوتیوب اونو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم حتما بزنید که جدیدترین ویدیوها رو ببینید. صفحه نمایش 6.7 اینچیش از نوع سوپر امولد پلاسه که حاشیه‌های خیلی کمی داره و به غیر از کیفیت و شفافیت قابل قبول توی نور زیاد به خوبی دیده میشه و دوربین سلفی رو این بالا توی خودش جا داده. یه نکته خوب اینه که سامسونگ دست از لجبازی برداشته و اومده به جای چیپست اگزینوس از اسنپ دراگون 730G استفاده کرده و کنارش 128 گیگ حافظه با 6 یا 8 گیگ رم گذاشته که اینی که ما داریم مجهز به 8 گیگ رمه و هر چقدر دوست دارین روش بازی بریزین و ازش لذت ببرین، چون من تا حالا هیچ لگ یا گیری تو بازی ها ندیدم. این گوشی رسما یه پاوربانکه. به نظرم اول یه پاوربانک بوده، بعد دست و پا در آورده و گوشی شده. باتری 7000 میلی آمپر ساعتیش به سختی خالی میشه و با کارهای عادی روزانه راحت 3 روز دووم میاره. میتونید با کابل 2 سر تایپ سی خودش به یه گوشی دیگه وصلش کنید و به اون گوشی شارژ برسونید. به غیر از اون مجهز به شارژ سریع 25 واته که شارژرش هم همین 25 وات رو پشتیبانی میکنه. البته تا بخواد باتری رو فول شارژ کنه پیرتون میکنه، چون یه چیزی حدود 3 ساعت زمان میبره تا فول بشه. راستی اینم بگم که با 4 دست پابجی توی نقشه کلاسیک که حدود 2 ساعت طول میکشه تقریبا 25% شارژ خالی کرد که فوق‌العاده است. مجموعه دوربین M51 تشکیل شد از یه سنسور عمق 5، لنز اصلی 64 مگاپیکسلی، 12 اولترا واید و یه لنز ماکرو 5. عکس‌ها توی نور روز هم توی حالت واید هم اولترا واید نور و رنگ و جزئیات و شفافیت خوبی دارن و اونچنان اختلاف رنگی بین واید و اولترا واید دیده نمیشه. فیلماش هم اگه قول بدین دستتون زیاد تکون نخوره کیفیت خوبی دارن. توی تاریکی اگه یه خورده نور داشته باشین هم عکس‌ها خوبن هم فیلم‌ها، ولی اگه تاریکی محض باشه اصلا خوب نیستن مگر با فلش. حالت لایف فوکوس توی نور روز خوبه ولی بعضی وقتا خیلی خطا داره و کارهای عجیب غریبی هم ممکنه بکنه. دوربین سلفی 32 هم توی عکس هم توی فیلم خیلی خوب عمل میکنه، مخصوصا موقع گرفتن لایف فوکوس که از دوربین پشتم بهتر عمل کرد.
خب تجربه استفاده از این گوشی رو هم دیدید. اگه خواستید بررسی تخصصیشو بخونید حتما به وبسایتمون مراجعه کنید. یادتون نره که صفحات مجازیمون هم به دوستاتون معرفی کنید و اگه خواستید این ویدیو رو به صورت کامل و پیوسته و با کیفیت ببینید به صفحات یوتیوب و آپاراتمون حتما سر بزنید. ممنون از همراهیتون.